ترانسفر اعظم پر سر و صدا و در انتظار سال در فوتبال تاجیک بالاخره تصدیق شد. باشگاه فوتبال روسیه رستوف روز 16 میلیون سال 2024 در تلگرام کانالش اعلام کرد که با تیم استقلال از دوشنبه در مورد به رستوف گذاشتن دروازه‌بان استقلال و تیم ملی تاجیکستان به توافق دست یافته است و اکنون رستم یتیموف بازیگر رستوف شده است. رستم را در تیم خود خیر و مقدم میگوییم. به او در مقام پاسبان دروازه رستوف آرزوی بازی پر موفقیت میکنیم، نوشته است باشگاه رستوف در تلگرام کانال. روز 16 میلیون استقلال نیز رسما اعلام کرد که رستم یتیموف سابقه ورزشیش را از این به بعد در رستوف ادامه میدهد. کلوب فوتبال استقلال و نماینده لیگ برتری روسیه کیف رستوف سازشنامه درباره گزارش دروازه‌بان رستم یتیموف به دسته سرمربی والری کارپین به امضا رساند. مبلغ گزارش دروازه‌بان به تیم رستوف زیاده از $250,000 آمریکایی را تشکیل می‌دهد. گفته می‌شود در اطلاعیه رسمی استقلال سر و صداها درباره به یگان باشگاه روسیه گذاشتن رستم یتیموف الکی بعد هنرنمایی حیرت‌آور او در جام آسیا در قطر بلند شد و دو باشگاه خیمکی و رستوف طلبکار در حیات خود دیدن دروازه‌بان تاجیک شدند. ماه آخر اسم رستوف همچون خریدار احتمالی یتیموف بیشتر صدا می‌داد و تا گفته می‌شد که رستوف برای رستم $250,000 پیشنهاد کرده است. نماینده استقلال گفته‌ها با رستوف در مورد رستم یتیموف را تصدیق کرده بود، ولی می گفت سخن درباره یک مبلغی در تاریخ فوتبال تاجیک رکوردی یعنی بی سابقه می رود و اون خیلی بیشتر از $250,000 است که می گویند. اما در اطلاعیه رسمی استقلال در مورد به رستوف گذاشتن رستم یتیموف نیز رقم مشخصی را افشا نکردند و تنها با این جمله اکتفا کردند. مبلغ گزارش دروازه‌بان به تیم رستوف زیاده از $250,000 آمریکایی را تشکیل می دهد.